اسلام در آخرالزمان نابود نمی شود، بلکه تحریف می شود، فرسایش می یابد و تنها می ماند. یعنی اسلام هست، اما آن گونه که باید باشد نیست. زمانی می آید که از اسلام جز نامی و از قرآن جز خطی باقی نمی ماند. یعنی اسلام آخرالزمان بیشتر شکل دارد تا روح و ظواهر دینی باقی می ماند، اما ایمان، اخلاق و عدالت کمرنگ می شود. زمانی بر مردم می آید که اگر کسی به دین خود پایبند بماند، گویی آتش گداخته را در دست گرفته است. مؤمنین واقعی در اقلیت هستند. دینداری هزینه اجتماعی دارد و وفاداری به حق شجاعت می خواهد. در نتیجه اسلام دیگر انتخابی آسان نیست. و اما اسلام در آخرالزمان قسمت دوم. با ما همراه باشید.